بر جمله دردها طبیبی وطنی. گفتی که من از بحر وطن میمیرم، از بحر وطن بزی که زیبی وطنی. من در نزد این خلق قهرمان و متین اراده صدقاً صمیمانه سری تعظیم فرود می‌نهم. تاجیکستان بخیر! دل مادر چو دریایی روان است، جهانی مهری مادر بیکران است. ثنا بادا محمد را چی خوش گفت، بهشت زیر قدم مادران است. بله، واقعا هم بهشت زیر قدم مادران است، زیرا در تاریخ انسانیت همه فرزندان را با یک چشم و با یک دل می‌نگرد و همش را دوست می‌دارد. بار دیگر درود می‌گوییم به شما بیننده‌های عزتمند و سلام پرمهر ما را قبول فرمایید از قلب تاجیکستان، شهر دوشنبه، از استودیوی مرکزی تلویزیون تاجیکستان. و این برنامه مستقیم ما است که این لحظه بخشیده به روز مادر از تلویزیون تاجیکستان پیشنهادتان می‌گردانیم. واقعا هم در جهان معاصر ابتکار و دستگیری‌هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با زن مادر تاجیک اعدام می شود بی سابقه است و همیشه توجه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با این قشر جامعه خیلی نظررس است. اگر در تاریخ بازگوی آن است که به واسطه شاخصتون زندگی هر خاندان سرچشمه اساسی، هر محور اساسی در زندگی آسایشته این مرد باشد، نازک و شاهیگری که در مهر و محبت خاندان است این از زن آغاز می‌گردد و واقعا هم این هم برای هر یک ما باعث افتخار است. و بیننده‌های عزتمند، مهمانان برنامه را معرفی می‌کنیم. همصحبتان ما هستند گلستان سفرعلی و آموزگار غالب و اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. شکرانه طاهری، دانشجوی کورس چهارم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، برنده شاه جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2023. و همزمان شکرانه قاسم و دانشجوی کورس یک دانشگاه دولتی طب تاجیکستان به نام استاد ابوعلی ابن سینا. خوش آمدید. معلم عزیز، شما که در برابر آموزگار بودن، هم غالب و هم اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی هستید، در برابر آموزگار بودن در آزمون‌های جمهوری اشتراک کردن برای زن مادر چه اهمیت دارد و خودی همین آزمون‌ها برای نسل نورس چگونه نقش می‌بازند؟ السلام علیکم. بانوان عزیز، مادران گرامی، همه آنهایی که به واسطه ما را تماشا میکنند، طفلی و دامان مادر زنده باد، مهری به پایان مادر زنده باد. خوشبختانه طی سالهای اخیر از شرافت استقلالی جمهوریت تاجیکستان و به واسطه دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشوای معظم ملت، فعالیت زنها در تمام ساحه‌های گوناگون قشر جامعه خیلی زیاد به چشم می‌رسد، از آن جمله در اشتراک به واسطه آنها در آزمون‌های سطح جمهوری و از آن هم زیاد. و همچون مادر، همچون زن، همچون آموزگار، زن تاجیک توانی همه این را دارد. از این بیشتر هم میتواند، من باوری دارم. و فرزندی که زن تاجیک تربیت میکند توانی همه این را دارد. ما از اول با اراده قوی
ذهن مستحکم و با گذشتگان پر افتخار روی عرصه دنیا آمده ایم و همه اینها بیوسته در هر یک سخنرانی و برآمدهای پیام‌های جناب عالی ذکر می‌گردد و این به ما زنها روحیه بیشتر می‌دهد، ما رو بیشتر به زندگی دلگرم می‌سازد و بیشتر کوشش می‌کنیم که در تمام ساحه‌ها خود را آماده کنیم و خود را نشان دهیم. آزمون‌ها در زندگی ما چه اهمیت دارند؟ مثلا در دهه دوردست زندگی میکنم، خیلی از مرکز شهر حصار دور است و در آنجا شاگردانی زیادی دارم که در همین سمت تربیت میکنم و پای 2 سال بیوسته غالب آزمون گردیدیم و بچه ها رو در روحیه وطن دوستی، میهن پرستی، دوست داشتن ادبیات، ترغیب ادبیات که کم و بیش در دوران بعضی سالهای آخر کاسته گردیده بود، ما تربیت کرده ایستاده ایم و موفق هم شده ایستاده ایم که این باعث خوشبختی است. همین آزمون هایی که طول چندین سال در مملکت راه اندازی گردیدند محض با نظر داشتی موقع، سهم و نقش زنان به اینوبر گرفته شدند، چون که زنان بیشتر فرزندان را به راه علم آموزی، به راه دانش آموزی هدایت می نمایند. جلب جوانان به همین آزمون ها در دهه های شهر حصار چگونه به راه مانده شده است؟ حکومت شهر حصار در جلب جوان دختران و جوانان خیلی سهم خوب دارد. مثلا در دهه های دوردست شدن هر گونه محفل ها، دوزندگی، پزندگی، محفل های ادبیات دوستی، این خیلی محفل ها در شهر حصار بیوسته خیلی زیاد است، خوب است. خود مردم حصار، زمین حصار شاعرخیز است، میگویند مردم ادبیات دوست هستند و نسبت همین چیز خیلی توجه زیاد دارند و در این سمت 2 سال اخیر جایزه های خوب را سزاوار گردیدند، چی در المپیادهای فنی، چی در آزمون های جمهوری و خصوصا در آزمون فروغ سپیدانای کتاب است. 2 سال شد پای هم سزاوار جای اول میگردند شاگردان ما و البته زیر دستگیری های حکومت و شهر حصار است که خاصتا این هم دستگیری های پیشوای ملت، بله، در تحت نظارت بله دستگیری های حکومت شهر حصار، حکومت جمهوری و خود جناب عالی که غمخوری که از طرف آن کس می شود، یعنی که نظیر ندارد، همتا ندارد. میلیون مبلغ ها در همین راه صرف شده است که آینده ما روشن باشد، آینده بچه های ما بله دانشمند و کمال رسند و در همین راه آنها تنقیصی نکشند. این بهترین اقدام است، نکوترین اقدام است و خیلی ثواب زیاد دارد. واقعا هم طول 6 ساله که آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است در جمهوری تاجیکستان راه اندازی می‌گردد. البته زیر سرپرستی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، اکثریت جوانان ما رو به کتابخانه آوردند. بله. یعنی با راه اندازی گردیدن آزمون مذکور جوانان ما با مطالعه کتاب مشغول شدند، با کتاب رو آوردند. یکی از هدف‌های مشخصی که نه تنها آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است بلکه دیگر آزمون‌ها نیز دارند، این هدفناک استفاده بردن سویه دانش خوانندگان یا که جوانان است. هدف اساسی که آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب از پیش رو می‌آورد، این در برابر از خود کردن تاریخ خود، این چنین توجه میکنند اشتراکچیان و ادبیات‌های خارج در برابر آموزش تاریخ و تمدن خلق تاجیک، این چنین از آموزش تاریخ و تمدن جهان با خبر می شوند که این البته برای یک فرد که علاقه 20 یا 25 یا که 16 سال دارد افتخار است. از 16 سالگی که 20 سالگی تاریخ جهان را می داند. این برای هر یک نفر باعث افتخار است. و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همیشه تاکید میکنند که جوانان تاجیکستان رو با کتاب بیارید. هیچ یک راهبر دولت، چطوری که ما در جریان برنامه گفته بودیم، هیچ یک راهبر دولتی به شهروندانش تا دانش از بر کنند یا که کتابخوان شود پول نمیدهد. اما پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرور دولت تاجیکان محترم امام علی رحمان این اقدام را
پیش گرفتند و هدف اساسی پیشوای ملت نیست در همین رویه موفق شدن نسل جوان است، دانشمند شدن نسل جوان کشور است و باید این جوانان با تکیه به باوری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کوشش نمایند تا من بعد نیست از این هم دستاوردهای بنظیر را نائل بگردند. خب من میخواستم راجع به اشتراکتان در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است چند سخن بگویید که شما غالب یا اینکه برنده شاه جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است در سال 2023 گردیده بودید و همکنون این خوشبختی است که در سال 2025 شاه جایزه این آزمون با 140,000 سومانی رسانیده شده است و ببینید که چقدر تغییرات هست و شما از اشتراکتون بگویید و تاثیراتی که امروز جوانان در آزمون‌های جمهوری اشتراک میکنند، خاصتا آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است چگونه است و نظر شما را میخواستیم در این مورد بشنویم. سپاسی به اندازه. واقعا هم با ابتکاراتی به واسطه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تاجیکستان عزیز سالهای آخر سلسله آزمون‌های جمهوری برگزار گردیده ایستادند. از قبیل فروغ صبح دانای کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من، تاجیکان آینه تاریخ ملت و هکذا. محض همین آزمون‌ها سبب می‌گردند که چهره‌های نو شناخته می‌گردند. جوانان به کتاب و علم و دانش چون دردانه‌های دریای معانی رو می‌آورند و این آزمون سبب می‌گردد که رشته‌های دوستی بین تمام قشرهای مختلف جامعه باز هم مستحکم‌تر گردند. پیش از این آزمون اگر انسان‌ها به دو گروه جدا می‌شدند، آنهایی که مجبوران کتاب می‌خواندند و آنهایی که خود با شوق کتاب می‌خواندند، پس از برگزاری محض آزمون فروغ صبح دانای کتاب است، تمام انسان‌ها به یک گروه قسمت می‌شوند، یعنی آنهایی که با شوق کتاب می‌خوانند، حقیقی کتاب می‌خوانند و آن را درک و فهم می‌نمایند. خب اکثریت میگویند که سببگار اساسی اشتراک من مثلا این را اشتراکچیان میگن، اشتراک من این مادرم است. شما چی میگویید؟ سببگار اساسی اشتراک شما در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است کی بود؟ امروز روز مادران است، گفته تنها مادر نگوید، اگر کسی دیگر باشد یا پدر یا برادر. واقعا هم مادر نفری است که باوربخش است. من دوست می‌دارم به اختیار آغوش کردن مادرم را، به اختیار از ایشان نیرو گرفتن را، به اختیار برای مادرم تبسم کردن را، چون در هر قدمی که سوی آزمون، سوی قله موفقیت گام می‌گذاشتم، مادرم در برم بودند و مخصوصا لحظه های آخرینی که در صحنه شاه جایزه برآمد می‌کردم، دستان مادرم می‌لرزیدند. گاهی که مرا از بیرون تماشا می‌کردند طریق آینه نیلگون. من دوست می‌دارم و پاس می‌دارم احساس ایشان را که واقعا هم صمیمی بودند و هنگامی که از صحنه برآمدم اولین نفری که آغوش گرم کرد مادرم بود و از تجلیگاه خورشید همایون‌فر براشان قبضه در این روز بهاران و روز مادران نور اهدا می‌سازم تا اینکه همیشه چنین گرم و خرم بماند. شما گفتید که من احساس میکنم بزرگی. بله واقعا. یعنی بزرگی مادر چی؟ یعنی نیرو دادن، باور بخشیدن. ولی در برابری مادرم پدرم نیست، قدم به قدم مرا برای موفقیت همراهی می نمودند، چون یک دختری که علاقه دانشجوی کورس سیوم است خود به دسته گرفته کتابخانه بردن و از آن سو بیگاه به سرش رفته آوردن آسان است و این مسئولیت را هر کس درک نمی کند و پاس می دارم خدمت ایشان را در راه موفقیت خود. بله واقعا چون که شما قید کردید و ما نیز یادآور شدیم به بیننده های عزیز، شما برنده شاه جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است در سال 2023 گردیدید. چند شاگرد دارید و چگونه شاگردان را آماده کردید؟ و اینجا حتما از شاگردان معلمه صحبت کردند و من میخواستم که بدانم که شکرانه چند شاگرد دارد و امروز شاگردانش میتواند شکرانه باشد. تشکر. سال 2024 تکیه نمودیم به نصیحت‌های پدرانه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه تربیت نسل نو سهم گذاریم و این است که در سال 2024 شاگردانی که راهنمایی نمودیم در نامینه‌های گوناگون در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است.
3 نفرشان موفق گردیدند در دوره جمهوری. یکی اشان از نمینه ایجاد نسل سزاوار مقام اول گشتند، دومی از نمینه ادبیات کودکان و نورسان سزاوار مقام دوم گشتند و سومی در نمینه ادبیات معاصر بین صنف‌های 1-4 سزاوار مقام سوم گشتند و گرفتن علاچه معارف و علم جمهوری تاجیکستان مشرف هم کردید. احسن. آفرین. تشکر. در دایره یکی از سندهای مهمی که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی به تصویب رسانیدند، شما که دانشجوی فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان هستید، می‌خواستم در سمت حقوقی به شما یک سوال دهم که یکی از سندهای اساسی که برای تحکیم بخشیدن مقام زنان و جوان دختران در جامعه زمینه گذاشت، این فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن تدبیرهای زن در جامعه بود. بله. به اندیشه شما همچون یک جوان همین فرمان مذکور برای کدام عامل‌ها زمینه گذاشت تا زن در امروز در سطح بالا مقام گیرد، منزلت زن بالا رود؟ هنوز برابر حقوقی مردان و زنان در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان یعنی در ماده 17 تجسم یافته است که مردان و زنان برابر حقوقند و پیش از این در اعلامیه عمومی حقوق بشر در ماده 16 آن نیز تجلی گشته است و امروزها زیاده از 100 قانون و سندهای معیاری حقوقی برای بلند برداشتن مقام زنان و بانوان در جامعه به تصویب رسیدند که محض این سبب گردید که حالا در کشور زیاده از 73% کارمندان ساحه معارف، 25% خدمتیان دولتی، 71% کارمندان ساحه طب، 47% کارمندان ساحه فرهنگ، 37% عالمان و 30% صاحبکاران را زنان تشکیل می‌دهند. حالا ما می‌بینیم که همه زمینه‌های حقوقی برای آزادانه کار و فعالیت کردن، تحصیل کردن هم زنان و جوان دختران در مملکت فراهم آورده شده است، یعنی که زمینه‌های حقوقی هم گسترده و هم خیلی فراخ هستند. در زمینه این فرمان یک چند استراتژی و برنامه‌های دیگری دولتی به تصویب رسیدند. این است که در سالهای صاحب استقلالی زیاده از 280,000 نفر دختران تاجیک مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور را ختم نمودند که 11,600 نفر آنها به طریق کوتا پرزیدنتی تحصیل می‌کردند و زیاده از 42% دانشجویانی که در خارج کشور تحصیل می‌کنند جوان دختران را تشکیل می‌دهند و محض اگر شاه جایزه‌های آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی را نظر افکنیم، از 8 شاه جایزه یعنی برنده 7 آن دختران میباشند که اینم باعث افتخار ما است. بله، تشکر. واقعا بیننده های عزتمند در برابر صحبت جالب هر بیننده را وادار میسازد که باز یک سرود دلانگیز را هم نیز ببیند و بیننده های ارجمند یادآور میشویم که برنامه مستقیم ما است، منظور از تلویزیون تاجیکستان که بخشیده شده است به روز مادران و اگر شما سوال و درخواست‌هایی دارید میتوانید طریق رقم‌هایی که این حال در روی اکران‌های شما نمودار است با ما در تماس باشید و ما حتما درخواست‌های شما رو از این منبر بلند پیشنهاد خواهیم کرد. خب در همین جا بیننده‌های ارجمند یک سرود را که بخشیده شده است به مادران عزیز و معتبر ما در ظرف محبت، صداقت، متانت که همیشه گواه این گفته ها است از جانب هنرمند محبوب، هنرمند انسامبل آریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. امید شریفزاد با هم میشنویم، بعدا صحبتمان را ادامه خواهیم داد. مرحبا. مادری جون هستی چراغی خونم، در زیر قدم های تو من سرمونم. ای مادری جون هستی چراغی خونم، در زیر قدم های تو من سرمونم. وقتی که اگر دعایی نکم نکنی، در پست و بلند زندگی درمونم. وقتی که اگر دعایی نکم نکنی، در پست و بلند زندگی درمونم. ای مادری جون، ای مادری جون،
مادری جون ای مادری جون چراغی خونم در زیر قدم های تو من سرمونم ای مادری جون هستی چراغی خونم در زیر قدم های تو من سرمونم وقتی که اگر دعایی نکم نکنی در پست و بلند زندگی درمونم وقتی که اگر دعایی نکم نکنی در پست و بلند زندگی درمونم ای مادری جون ای مادری جون ای مادری جون ای مادری جون. تشکر زیاد میگویم با امید شریفزاد برای یک ترانه بسیار هم زیبا و فکر میکنم این حال زنان و مادران جمهوری تاجیکستان پای آماده خوراک پزی هستند و چنین سرودها رو میپسندند و مخصوصا این مادر جونه. سلامت باشید امید شریفزاد و بیننده های عزیز و ارجمند. SMS پیامک‌هایی که این حال شما فرستاده ایستادید برای تهنیت و زادروز و تهنیت و روز مادر، ما حتما با دست دادن امکانیت این SMS ها رو برایتان پیشنهاد خواهیم کرد و زلفیه این لحظه آماده است که یک چند SMS پیامک رو از این منبر بلند که شما برای مادر یا که خواهر خود ارسال نمودید پیشنهاد نماید. برنامه اینجا توسط SMS پیامک ساکن شهر نورک شمسیه رحیمова، ساکن شهر دوشنبه شکرالله نورالزاده، ساکن شهر دوشنبه سعادت بانو، ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین صباحت و ساکن ناحیه ورزاب زرینه قادرزاده، مادرشان فرشته‌ما و در سیمای مادرانشان تمام زنان و بانوان کشور را با روز مادر تبریک و تهنیت می‌نمایند. همزمان اینجا نامه آمده است: صفای روزگاری پاکمان مادر، نوای صبح نصرتناکمان مادر، بقای این سما این خاکمان مادر، هوای کشوری بباکمان مادر،
با این پارچه شعر آغاز می شود نامه تبریکاتی ساکنان دهه نیکنات شهر پنجکند. ما مادران این دهه نامدار خاصتاً بیبی منظورت، بیبی رسالت، بیبی دلشاد، بیبی خیمچه، بیبی مهری، بیبی خیر نیسا، خاله لطفیه را بخشیده به روز مادر با این شعر استاد فیض‌الله انصاری تهنیت گفته برایشان سعادت روزگار را تمنا داریم. سری تعظیم نزد مادران داریم. تنی روشن ضمیر ما از آن داریم. سلام و احترام بیکران داریم. صفای روزگاری پاکمان مادر. همزمان ساکنی ناحیه یاوان مسلمه رحمانова خواهران مهربانشان سریا، منظر، معظمه، آزاده و کلینهای خاندان را با این روز خوش تبریک گفته برایشان خاطر جمعی و سعادت روزگار را تمنا کرده میگویند. زمین و آسمان از مادران است. جهانی بیکران از مادران است. جهان بی مادران روزی ندارد. همه روزی جهان از مادران است. واقعا همه آن نفرانی که این نامه را نوشتند و عین حال ما را تماشا کرده ایستادند و ما نیز به شما میگوییم که روزتان مبارک. بیبی های عزیز، همیشه تنتان صحت، روزگارتان آسوده و تبتان بالیده باشد. و اینجا SMS پیامک از نام عزتبگی ادیزاد عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان میخواهد که با دو مصرع تمام مادران جمهوری تاجیکستان را تهنیت بگوید و چنین است این مصرع ها: عید مبارک مادران ارجمند، صاحبان بخت و اقبال بلند. بخت و اقبالتان بلند باشد مادران عزیز و عزتمند که همیشه بالای سر ما فرزندان هستید و نسل امروزه را تربیت میکنید تا در آینده کمی هم باشد در رشد کشور خویش سهم بارز خود را گذارند. و به همین مضمون سعیدов رجب مراد از شهر راغون، قطب‌الدینov رجبگل از شهر دوشنبه میخواهد که نبیره هایش را به روز زادروزشان تبریک نماید. خب و در برابر روز مادر بودن در این روز نبیره های خاله رجبگل هم زادروز داشتند. زادروزشان را تهنیت میگوییم و بگذار همیشه در خاندانتون خوشبختی پایدار باشد. و به همین مضمون بینندگان گرامی نار و گلبهار میخواهم مادرم را تبریک نمایم. روزت مبارک مادر جان. همین را بدونید که خیلی دوستتان می‌دارم. ما هم شما را دوست می‌داریم، تمام مادران جمهوری تاجیکستان. من بابای و جهان نارا ساکن ناحیه عینی می‌خواهم مادرم دوران و نصروبین را تبریک نمایم. روزت مبارک مادر عزیز. همیشه تمنای آن را داریم که بالای سر ما باشد و سایه‌تان از سر ما کم نگردد گفته است. خب نفر دیگر زائرشاه نظرов از سنت پتربورگ میگوید که تبریکات ما را به همه مادران جمهوری تاجیکستان برسانید. و ببینید که اگر با هواپیما برویم تقریبا 3 ساعت راه است و اگر با سرعت حساب کنیم تقریبا 4000 کیلومتر راه است از اینجا به سنت پتربورگ. و از این 4000 کیلومتر یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان مادران جمهوری تاجیکستان را با یک جهان مهر و محبت تهنیت میگوید و امروز همه پزمان مادرانش شده است و امید بر آن داریم که در روزهای نزدیک همه به دیدار مادرش میآید و مادران از دیدار نیک فرزندانشان بسیار هم خوشنود و سیر میگردند. بگذار که همه روزتان چون این روز که روز مادر است خرسند و خوشنود و خوشبخت باشد و همیشه در حیاط فرزندان خود، همیشه در خاندان خود نورپاشی کنید مادران گرامی. و بار دیگر میگویم روزتان مبارک. مادر موجودی مقدس و بزرگ در تمام دور و زمان هاست. اینجا میخواستیم شکرانه بانو درباره وصف زن مادر اندیشه های خود را بیان دارند. تشکر. زن مادر تاجیک در زمان معاصر خیلی نقش کلان دارد در تعلیم و تربیت فرزند. زنان در رشد معارف نه تنها در رشد معارف، تندرستی و در تمام ساحه های جمعیتی کار و فعالیت میکنند و این همه با تشبث و دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد. دختران تاجیک در زمان معاصر
در دولت‌های گوناگون تحصیل نموده ایستادند و این همه باز با سعی و کوشش و دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی میباشند. در 42 دولت دنیا 117,000 دانشجو اگر خطا نکنم تحصیل میکنند که از این شماره 13,000 یعنی 30% را جوان دختران تشکیل میدن. این دستگیری نسبت به جوان دختران از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا پیشوای ملت محترم امالی رحمان است. خب دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان را شما همچون یک جوان دختر که امروز به حیث یک دانشجو در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تحصیل میکنید چگونه ارزیابی میکنید؟ زیرا شما نیز یکی از همان جوان دخترانی هستید که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری یافتید و دانشجوی این دانشگاه بانفوذ گردیدید که در آینده برای باز هم سالم نگه داشتن جامعه نقش بارز میگذارد. خب نظر شما چگونه است؟ دستگیری ها چگونه اند و نقش جوان دخترانی که امروز در رشد و تربیت نسل نورس باز هم زیادتر میکشند چگونه ارزیابی میگردد؟ چطوری که ما همگان میدونیم عین زمان دانشجو دختران در همه دانشگاه های عالی بسیار داخل شده ایستادند و من نیز یکی از خوشبختترین دختران تاجیک دوران صاحب استقلالی می باشم که با تشبس و دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی با دستگیری های ایشان به دانشگاه دولتی طبی جمهوری تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا داخل شدم و با گرفتن اتستات اعلی مدال طلا شرفمند گردیدم و این چنین اشتراکچی المپیادهای فنی و گیرنده استیپندیای پرزیدنتی می باشم که دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی کم نیستند و این چنین در پیشرفت من باز نقش پدر و مادرم نیز زیاد گردن که با دعای نیک آنها من به این ساحه ها به این باز هم بیشتر موفق گردیده شدید. شما در مورد مدال طلا و قید کردید این چگونه مدال است؟ من اینجا میخواستم شما برای بینندگان عزیز که این حال ما را توسط آینه نیلگون تماشا کرده ایستادند خودتان قصه کنید که این گیرنده مدال طلا یعنی چی؟ گیرنده مدال طلا این یعنی مؤسسه دولتی تعلیمی را با بهای اعلا ختم کردن با اتستات اعلا یعنی اتستات سرخ ختم کردن مؤسسه تعلیمی می باشد. یعنی شما مؤسسه تعلیمی رو یعنی مؤسسه تعلیمی رو با مدال طلا و اتستات اعلا ختم کرده و اگر خطا نکنم شما همچون دانشجو رایگان و دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان داخل شدید. احسن، آفرین. این خیلی امکانیت ها در زمان معاصر بسیار نظررس است و به هر کس میسر نمیگردد. از کدام ناحیه شما گیرنده مدال طلا گردیدید؟ ناحیه سینا. ناحیه سینا شهر دوشنبه. آفرین، احسن. خب برای زنان بانوانی که امروز ما رو تماشا کرده ایستادند تهنیت شما همچون یک جوان دختر موفق چگونه است؟ چون امروز شما یکی از موفق ترین جوان دختران هستید که و در ردیف شما چندین دختران دیگه هستند که از توجه به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان بهره‌ور گردیدند و گیرنده مدال طلا گردیدند و امروز در تمام دانشگاه ها تحصیل میکنند. اندیشه شما چگونه است؟ فکر میکنم که یک موفقیت بزرگ است و من واقعا با افتخار میتوانم بگویم که ما در جمهوری تاجیکستان دارنده چنین امکانیت ها هستیم و امروز جوانان ما میتوانند با موفقیت چنین پیراهه ها را طی کنند و در شاهراه زندگی با موفقیت های بیشتر نایل بگردند. تشکر. بیننده های ارجمند، یادآور میشویم اگر شما سوال و درخواست های داشته باشید میتوانید بر رقم هایی که عین حال در روی اکران های شما نمودار است با ما در تماس باشید و ما با درخواست هایی که شما با ما پیش میاد میکنید از جانب همکاران با ما دسترس میگردد ما حتما با شما از اینجا تهنیت های شما رو میرسانیم. بار دیگر خوش آمدید به استودیوی مرکزی تلویزیون تاجیکستان خاصتا با برنامه جشنی ما که بخشیده شده است بر روز
مادران. و بیننده‌های عزیز یادآور می‌شویم که همصحبتان ما بودند گلستان سفرعلیова آموزگار همزمان غالب و اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. شکرانه طاهری دانشجوی کورس چهارم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان برنده شاه جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2023. همزمان شکرانه قاسمова دانشجوی کورس یکم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا. در همین قسمت برنامه بیننده های ارجمند یک سرود را با هم میشنویم، بعدا برنامه را ادامه خواهیم داد. ما را همراه باشید. مادر شخصی است که برای خوشبختی فرزندش از راحت و حتی از جان خود گذشته حیات خود را به فرزندش میبخشد و برای فرزند جایگزین دایه، مربی، آموزگار، برادر و حتی پدر بوده میتواند، اما کسی جایگزین مادر بوده نمیتواند. مادر در تن ما جان تو بود، گم گشتن ما همیشه تاوانی تو بود. سرجمعی ما در سر یک کاسه یک تیکه نانی لب چکدانی تو بود. او یک تیکه نانی لب چکدانی تو بود. یک کاسه یاب یک کفی آمین بود، او در گوش صدای حضرت یاسین بود. در طبق سر تنوری مادر آتیز و بکام تلخی و شیرین بود. آتیز و بکام تلخی و شیرین بود. شرارتان میرخشید، آخوشیدی سری تنور بود مادری من. آخوشیدی سری تنور بود مادری من.
مادر، تو آن چشمه جوشانی حیاتی که هستی ما را از فیض خود شاداب می‌گردانی، تو آن ماه درخشانی که با نور مهربارت شب‌های تیره ما را روشن می‌سازیم. آفتاب از لبخند تو طلوع می‌کند و بهار با گل‌های رنگینش در دامان پاک تو می‌شکفد. ابر از شفق تو می‌بارد و دریا از عشق تو موج می‌زند. زندگی از تو آغاز می‌شود، یعنی سرآغاز بودن این صدای گرم و گرامی توست. خاک بر خویش می‌بالد که سر به قدم تو نهاده و باد از آن مینازد که پیام محبتی تو را به دوری‌های دور برده. مادر، هستی به تو عاطفه کرامت کرده که با هیچ قیمتی نمیتوان آن را سنجید. اگر من عمرها خاکروب آستان تو باشم، باز هم نمیتوانم حتی رنج یک شبه تو را جبران کنم. تو آن موجود شریفی که رسیدن به آخرین مرحله کمال تنها با رضاگی تو میسر است. حقیقت زندگی تو عشق ورزیدن، دوست داشتن و فداکاری نمودن است. بزرگی تو به حدی است که به خاطر دوام یافتن خوشبختی در روی جهان دفتری آرزوهای خود را ناتمام می‌گذاری و دفتری دیگری با نام فرزندت باز نموده از نو در آن تخم عشق و امید می‌کاری و با آبیاری آن از چشمه اظهار محبت عمر در انتظار شکفتن گلهایش به سر میبری. مادر، نفس تو نسیم است که آرامش را در جان زمین جاری میکند. دست نوازشگری تو تسکین بخش ما در لحظه های دشوار زندگی است و وجود مبارک تو سرچشمه کامیابی های ماست در نبرد روزگار. مادر، تو همه چیز و همه کسی. عشق با تو به کمال رسید. تو مظهر زیبایی و صداقتی و تمام خوبی ها را می توان در نام پاکت خلاصه کرد. مادر، دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمام روی عالم را بگشتم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. بینندگان گرامی، بار دیگر یادآور میشویم که این برنامه مستقیم ما است که این لحظه از تلویزیون تاجیکستان بخشیده به روز مادر پیشنهادتان میگردد. البته یک مهمانان برنامه که این روز خودش یک روز بسیار هم بزرگ و مهم است برای هر یک فرد خویشتنشناس و مهنت دوست که واقعا هم مادران خود را دوست می‌دارند و احترام میکنند. خب، مهمانان نوبتی برنامه ما هستند ماهره میرزایی و دکتر علم‌های فیلولوژی، شاعره شهریه احتمزاد و همچنین سینای ابوالی شاعر. خوش آمدید به استودیوی مرکزی تلویزیون تاجیکستان. روز مادر مبارک باشد. سلامت باشید. مادرم می گفت دایم وقتی خواب کن البته با پهلوی راست. آن همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه بازوی راست. بعد فهمیدم مراد مادرم زین نصیحت‌هاش دیگر بوده است. با چنین پند و نصیحت‌ها به من راستی را تربیت بنموده است.
мандеша шумо муаллима ҷон, зан модар дар замири фарзанд ростгӯӣ, ростқавлӣ, накӯӣ, накӯкорӣ ва хислатҳои наҷиби инсониро чӣ гуна дар вуҷуди фарзанд ҷо менамояд. яъне ҳидояткунандаи ба роҳи рост фарзанд ин модар аст. андешаи шумо дар ин маврид? дар ҳақиқат дуруст гуфтед. дар урфият ҳам мегӯянд ки ростиро завол нест ва умри дурӯғ кӯтоҳ аст. азбаски имрӯз иди модарон аст ва аввалин сухане ки шурӯъ шуд бо номи модар оғоз ёфт, чунки модар худ оғози ҳаёт аст, оғози зиндагӣ аст. модар чароғи хонадон аст. шоирон ӯро ба фаришта ташбеҳ медиҳанд, аммо ман гумон мекунам ки ӯ аз фариштаҳо ҳам фариштатар аст. ӯ ниҳоят бузург аст. он қалбе ки модар дорад гумон мекунам касе надорад. он бузургию он шаҳомату он сабурӣ, яъне шикебоие ки дар модар аст, дар каси дигар ман надидам. он ҳиммати баланде ки модар дорад шояд ҳотами той надошта бошад. ҳарчанд мо медонем ки ин қаҳрамон бо ҳиммати худ, саховати худ хеле машҳур аст. албатта имрӯз рӯзе аст ки танҳо дар васфи модар накӯтарин, шоистатарин суханҳоро метавон гуфт. аммо гумон намекунам дар хазинаи маонӣ он суханеро пайдо кунам ки ҷавобгӯи ақаллан якшаба шабзиндадории модари мо бошад. ва албатта он бузургии модар дар он аст ки ӯ на танҳо ба дунё меоварад, ӯ тарбия мекунад. тарбия кардани як тифл, калон кардани ӯ, ба воя расонидани ӯ дар роҳи фазилатҳои неки инсонӣ ин кори саҳл нест. барои ин сабр лозим аст, дили бузург, бардошт лозим аст. гумон мекунам ки модарони оқилу хирадманди мо ана ҳамин бо сабру бо ифату покизагии худ дар тарбияи фарзандони нек саҳми муассир мегузоранд. беҳуда нест ки ана ҳамин насли солим ба модари солим, ба модари рӯҳану ҷисман солим вобаста аст. шоир беҳуда намегӯяд ки занонро гар зидониш зеваре ҳаст, умеди рӯзгори беҳтаре ҳаст. агарчи аз занон пайғамбаре нест, ҳама пайғамбаронро модаре ҳаст. маҳз ҳамин тарбияи накӯи модар аст ки то ба ҳамин дараҷаи пайғамбарӣ ин шахсиятҳои бузург расидаанд. яъне қабл аз он ки мо соҳиб тахассус шавем, мо аз модар дарси одоб ва дарси тарбияи нек мегирем. барои ин худи модарон бояд намунаи ибрат бошанд. кӯшиш кунанд ки аз ҳамин қадамҳои аввале ки тифл ба дарки дунё шурӯъ мекунад, ба ӯ рост гуфтанро омӯзанд. чунки вақте ки тифл як сухани дурӯғ мегӯяд, вай маҷбур мешавад ки барои раҳоӣ аз ҳамон вазъияти ба амал омада боз дурӯғи дигареро бофад ва як дурӯғи гуфтааш дурӯғҳои дигарро ба вуҷуд меоварад ки ин кори ӯро, бори ӯро мушкилтар мекунад. агар ҳамин асли воқеаро чӣ тавре ки ҳаст фарзанд ба модар гӯяд, модар ҳамчун як машварачии беминнат метавонад ки ба ӯ роҳи дурустро нишон диҳад, маслиҳате диҳад ки ӯ аз ҳама гуна ҳолатҳои номатлуби зиндагӣ ба осонӣ барояд. бинобар ин беҳуда намегӯянд ки мактаби аввалини тифл домони модар аст. бинобар ин гумон мекунам ки агар модар нияти нек дошта бошад, худ намунаи олии тариқату инсонияти воло барои фарзанди худ бошад, вай ҳатман фарзанди солеҳаро тарбия мекунад, ба воя мерасонад ва барои он ки фарзандони мо дар ана ҳамин рӯҳия тарбия ёбанд, мо бояд ба онҳо ҳамаи фазилатҳо аз ҷумла сабр, қаноат, меҳнат дӯстӣ, дӯст доштани ватан, хоксорию фурӯтанӣ, ростгӯӣ, ҳамеша некуамалу некусухан буданро талқин кунем, омӯзем ва барои онҳо худи мо намунаи ибрат бошем. зан модарро дар таърихи инсоният тарбиятгар меноманд. хуб, тарбиятгар яъне чӣ, муаллимаи азиз?
مفهوم اساسی این سرشت را میتونید شما با بیننده های عزیزی که این لحظه ما را بینندن بفهمونید و اندیشه خود را بیان کنید؟ وقتی که تربیت میگوییم البته راه، روش، اصول رو در نظر داریم که شخصیت رو به کمال میرسونه. اگر همین اصول وجود نداشته باشد، یعنی همین طرز و طریقت وجود نداشته باشد، ما از عالم وحوش یگان تفاوت نداریم. عقل است، شعور است، تربیه هست که ما رو از آن عالم زنده، از آن موجودات زنده که از این فضیلت خود دور هستند، محروم هستند، فرق میکنند. در حقیقت مادر تربیتگر است. از جمله من میتوانم این را در مثال مادر خودم گویم. مادر من معلمه هستم. اون کس حالا به سن مبارک 72 رسیدن و در گیمنازیای کفالت معلمه زبان تاجیکی و زبان دولتی شده کار میکنم. احسن. انا همین زحمت های شبانه روزی مادرم بود که من تا به همین زینه آمده رسیدم. در ما مادرم در نوبت اول مهنت دوستی رو تشکل دادن، محبت به کتاب رو تشکل دادن، فرهنگ آموختن و از همه مهم خصلت های نیک انسانی رو آموختن. البته در این روند ما نقش پدرم رو هم استثنا کرده نمیتوانیم. هر دو با تمام وجودشان کوشش میکردند که بعد از خوراک شام برای ما 6 نفر فرزند محیط ادبی را تشکیل کنند که ما زیر تاثیر عامل‌های بیرونه نمانیم و خوب و بد را از پدر و مادر خود آموزیم. مادر من یک زن خاکسار هستند و انا همین خاکساری آن کس باعث آن شده است که امروز قریب در تمام جمهوری اگر گوییم که اون کس را میشناسند خطا نمی کنیم، چون که تنها زحمت کشیدن و اون محبتی که نسبت به ما داشتن اون را به شاگردان خود نیز تقدیم کردند، هم به کسب و هم به شاگردان خود محبت کردند. بنابراین اون کس به جای رسیدن و اگر من همچون انسانی نیک تشکل یافته باشم، پس در اینجا انا همین سهم تربیتگر بودن مادر عزیز من نهایت بزرگ است. تشکر زیاد. بیننده های ارجمند، بار دیگر یادآور میشویم که اگر شما سوال و درخواست دارید میتوانید به رقم هایی که این حال در روی اکران های شما نمودار است با ما در تماس باشید و تهنیت خود را از این منبر برند به مادر، خواهر یا اینکه اپای خود پیشنهاد نمایید. ما اینجا یک چند SMS پیامک هست، این حال پیشنهاد بینندگان میگردونم و بعدا صحبتمان را ادامه خواهیم داد. از شهر کلوب فرزندان حاتمشاه، شریف خان، فردوسی و نبیره هایش محمد جان، ابوبکر، شهزاد و یوسف جان مادر عزیز ازبک بی خلورا با این روز فرخنده تهنیت میگویند و اینجا یک شعر هم نوشتند که زندگی باغ و بهارش مادر است، آفتاب نوربارش مادر است. هر که گردد در این دنیا سربلند اولین آموزگارش مادر است. واقعا هم اولین آموزگار هر یک جوان، هر یک نسل، هر یک فرزند این مادر است، چون ما اولین کلمه مادر را از خود میکنیم، اولین کلمه مادر را به زبان میاریم. اولین باری که ما چشم به دنیای هستی میکشانیم روی نورانی مادر را میبینیم و بگذار که زندگی آسوده و تعب بالیده همیشه همسفر زندگی خاله ازبک بی خلوه باشد و همیشه سایبان سر فرزندانشان باشد و فروزانه در خاندانشان همیشه پایدار باشد و آسایش روزگار همیشه در سرجمعی فرزندانشان ببینند و تمنای آن را داریم که همیشه عبرت بخش و وسیله اساسی برای موفقیت فرزندان و نبیرگانشان باشد. بار دیگر این روز فرخنده برایتان خاله ازبک بی فرخنده باشد. خب از نام حسن، حسین و عبدالرسول که ساکنان دهه پوشینگ ناحیه دنغره هستند، مادرشان سبزگل را با مناسبت روز مادر تهنیت میگویند و اینجا گفتند که اگر امکان باشد یک
از این منبر بلند با مادر من خود شما گروه ایجادی تهنیت بگین. خب ما گروه ایجادی تلویزیون تاجیکستان در عموم تمام کارمندانی که در این بارگاه فعالیت میکنند مادر عزیز را با مناسبت روز مادر تهنیت میگوییم و خواهان آن هستیم که همیشه موفق و در اطراف فرزندان خویش باشند. خب در اشعار شاعران و متفکران ذکر نام زن مادر همیشه چرخ میزند و دلخواه سمت یا اینکه شروع از شعرهایی که امروز شاعران معاصر تاجیک روی اوراق سفید میارند نام بزرگ مادر هست و امروز همه آن درد و همه آن مهربانی و همه آن شکوهی که از زندگی هر یک شاعر میکند توسط ترانه و شعر مادر آن را از عمق دل بیرون میآورد. خب نقشی خب رویه و تشویق اشعار شما نسبت به مادران چگونه است و مادر چگونه نقش بسته است در اشعار شما که امروز تمام قشر جامعه مخصوصا جوانان تاجیکستان رو به اشعار شما آوردند؟ بله واقعا فکر میکنم که برای شاعر مثلا دو موضوعهای ابدی هستند، مثل موضوع مادر و بعداً عشق. و همین موضوع مادر شعر اولینی که شاعر میگوید از مادر، آغاز از مادر است، چون که وقتی که کودک چشمش وا میکند دنیا را میبیند، آسمان را میبیند و مادر را میبیند و میدونید اصلا که مادر به هیچ چیز تشبیه دادن نمیشود و جز فرشته ملکوتی. من فکر میکنم که من حاضر که خودم مادرم حس میکنم که چقدر مادرای ما چقدر درد دارن، چقدر عذاب دارن. وقتی که یک کودک بیمار میشود من حس نمیکنم که باید بیمار است، من خود میکنم که من خودم بیمارم و همیشه وقتی که فرزند من یک کمتر ناجور میشد میگفتم که کاش که دردی وای در من باشد. این میدونید این تقدیر مادر همین است، سوختن، درد کشیدن و همیشه مثل که معلمه گفتن از پی آن که فرزندی نکو در دامن پرورد. یگانه رسالت مادرم هم همین است که در جامعه هم، در زندگی هم، در خانواده هم که مادر باید با سواد باشد. وقتی که مادر با سواد است او حتما که فرزندی نکو در دامن می پرورد و دوست داشتن وطن، دوست داشتن مرز و بوم، دوست داشتن هر مقدساتی که است از دامن مادر آغاز می شود. از همین دامن مادر، از روزی که الا می گوید که همون الگوی مادر او یک احترام به کودک است و شعر اولین دنیا هم لالایی مادر است. یگان کس شعر دیگر نگفته است. همون شعر و مصرع‌های اولینی که مادر در سر گهواره میگوید او شعر اولین دنیاست که مادر برای فرزند میبخشد و در همون لالایگویی های مادر، در همون الگویی های مادر یک مهر، یک محبت، یک یعنی از خدا، از جامعه، از همه طلب میکند که فرزندش نکو به وای رسد، فرزندش وطن را دوست دارد، تکیه‌داری وطن باشد، فرزندش کتابخوان باشد. وقتی که فرزندت کتابخوان شد او حتما که با یگان پدیده نامطلوب نمی رود، او حتما که انسان خوب می شود. و شاعران ما شما می دونید که مادرنامه استاد لایق بهترین شعر در وصف مادر است که در هر کجایی که ما رویم حتما از استاد لایق شعر میخونن. یا که همون شعرکای استاد بزرگ که ربایی دارد که آلوچه